حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها آن دختر محبوب علیه السلام مبارک است که محبوب علیه السلام رازه خود به او مبارک میگفت، بسیار او را دوست داشت. حتی بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها میگه مریضی ماهواره نداشت. کتاب میگه الله صفت حور در دنیا به حضرت فاطمه رضی الله عنها داده بود. بسیار مقرب بنده خدا بود. او مبارک که وقت وفات میشد و قصه وفاتش بسیار براتان بگویم، او مبارک یک روز یک شتر خود محبوب علیه السلام به این تحفه داده بود. روز از روزها است که شتر چپه شد و مریض بود، یک چیغ زد شتر. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها آمد میگه که سخن میگفت، می تو راز و نیاز گذش میکرد، چرا این تحفه پدر جانش بود. دید که مریض از وفات میشه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها برش میگه که ای تحفه پدر جانم، وقتی که تو وفات شدی رفتی و امر محبوب عربی صلی الله علیه و سلم روبرو شدی، چرا در جنت چند حیواناتم به جنت میره، یک سگ اصحاب کهف به جنت میره، یک شتر محبوب علیه السلام به جنت میره، چند حیوانات است. وقتی که با پدر جانم روبرو شدی بگو که ای محبوب نازنین، دختر نازنینت گفت که پشتت بسیار دق شده. شتر رفت. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها 2 شب بعدش خواب میبینه که محبوب علیه السلام مبارک میگه که کدام چیزی که تلبسته بود او قبول شد، چیزی کدام پیامی که روان کرده بود او قبول شد. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها که صبح میخیزه بسیار خوش است، کارای خانه همش میکنه، جامعه حضرت حسنین رضی الله تعالی عنهما همیشان میشوید. در یک روز هم جامه میشوید، هم نان را پخته میکنه، هم خانه را صفا میکنه، هم غسل خود میکنه. حضرت علی سے مبارک که وقتی آمد میگه ای فاطمه رضی الله تعالی خود چرا اینقدر سختی سر خود آوردی؟ خود یک کار میکردی، بر من میگفتی امریت همکاری میکردم، این چرا خلاف عادت خود کردی که اینقدر کارها را انجام دادی در یک روز؟ حضرت فاطمه سے مبارک برش میگه ای علی شیر خدا، من میرم ازت دیگه، برای من پدر جانم خبر داده، من دیگه ازت میرم و نمیخوایم که بعد از ما جامعه حسنین رضی الله تعالی دیگه کس بشویه، شاید دیگه کس پیدا نشه و جامعهش بشویه. و این را دوست نداشتم که حسنین گشنه بانه و سوال و گدایگیری کنه از مردم نان بطلبه، من نان را پخته کنم برش. و من نخواستم که ما بعد الوفات ما بدنم چرک باشه، ما غسل کردم و نه خواستم که مردم بعد الوفات ما بگویا که فاطمه بسیار پاک نبود، خانهش اینقدر چرک بود، ما خانه خود پاک کردم. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به حضرت علی سے مبارک می فرمایا ای علی شیری خدا، ما خو میرم ازید ولی یک چند وصیتا و نصیحتا بر تو دارم. در دنیا چاقی و لاغری ما کسی ندیده، تا هنوز کسی خبر نداره که فاطمه چاق است یا لاغر است. دخترای زمانه واخو کوشش دارن که چاقیش مردم ببیند، داره یا نداره؟ نمی کالای چسب، حق را باید بگویم دوستا، دخترای این زمانه امی کوشش داره که کالایش چسب باشد، مردم چاقیش ببینه، مردم ببینه که والله دختر بسیار چاق است. فاطمه سے مبارک چی میگه ای علی، در دنیا تا هنوز چاقی و لاغری ما ندیده، کسی خبر نداره که فاطمه چاق است یا لاغر، نبادا که بعد الوفات ما کسی ما را ببیند، اوش کنی که جنازه ما کسی را خبر نکنی، در جنازه ما کسی را خبر نکنی و در جنازه ما خودت جنازه میتی، فقط حسنین رضی الله تعالی عنهما را استاد میکنی و هیچ کس را خبر نمیکنی و مرا در شب گور میکنی، مرا در شب دفن میکنی. نبادا که یک انسان در روز تو خبر نکردی و او تیر شوه و چاقی و لاغری ما بعد الوفات ما ببینه که والا فاطمه چاق بود یا والا فاطمه لاغر بود، در شب مرا دفن کنی. و آخریشی بود که ای علی شیر خدا، بر ما بخشش کن، اگر ما کدام نافرمانی تو کرده باشم بر ما بخشش کرده باش. نبادا که در روز آخرت امر پدر جان بزرگوار خود متوجه شم و او مبارک بر ما بگوی که دختر جانم شیر خدا را خفه کرده بودی،
شیر خدا را نافرمانیش کرده بودی و ما ملامت شوم. ای شیر خدا بر ما بخشش کن، بر ما مغفرت کن کدا نافرمانی کرده باشم. حسنین رضی الله تعالی عنهما در این وقت می آید، اونها خبر نداره که مادر جانش وفات می شود. حسنین مبارکه میگه چی قصه است؟ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها برش میگه بچایم شما بری با زیارت بابایتان حضرت رسول الله علیه السلام مبارک و اونجا یک عریضه را به پدر جان ما پیش کنی که فاطمه رضی الله تعالی عنها زیر یک مشکل است، دعا کو از مشکل خلاص شو. مشکل چی بود؟ سکرات الموت، سختی مرگ. اونها مبارکه که میره در اونجا خواو میگیرشن، مبارکه خواو میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوابشان میآید، این وسیمه بری که مادرتان از پیشتان میره. وقت الوداع است، وقت خدافیزی است که نباید بغیر خدافیزی مادرتان برازیتان زود بروید. و کدام تقاضایی که دخترم داره او تقاضا را به رب متعال ما پیش کردیم، انشاءالله سختی نیست سرش. حضرت حسنین رضی الله عنهما میآیند میبینه که مادر جانش وفات شده است، حضرت فاطمه وفات شده است، از دنیا الوداع گفته. حضرت علی شیر خدا زوف افتیده بیهوش است. حسنین مبارکه میگه ای مادر جان ما را به کی ماندین؟ ما خب پیام مبارکه اردم برید و تو علی خواستی. بر ما رسول الله علیه السلام پیام داد که برو با مادر جانتان پیام برسان، ما عریضیتان پیش کرده بودیم، تو رفتی. بعد چند لحظه حضرت علی سے مبارک بیدار میشه، از بیهوشی گریه میکنه، به حضرت فاطمه رضی الله تعالی میگه که تو خو تا روز امروز نافرمانی من کرده بودی، تو دختر رسول الله علیه السلام بودی، راز و نیاز رسول الله علیه السلام مبارک بودی. من در تا روز وفات جامعه خوب ندادم، در خانه یک مزدور را بر تو پیدا نکردم که خدمت تو را کند، بخشش تو بر ما بکن. این گپها را میزنه. حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنہ گریه میکنه. حضرت اسرائیل علیه السلام میگه السلام علیک یا بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاطمه مبارک برش میگه که اسرائیل صاحب علیک السلام آمدی، خود دو رکعت نفل بر ما وقت بتی که مبارک علیه السلام مبارک وقتی که وفات میشد ما دیدم که دو رکعت نفل خوان و بعد از نفل یک دعا کرده بود، من امو دعا را میکنم. و دعا چی بود؟ یا الله همه سکرات و سختی مرگ که در امتی رسول الله مبارک است، او سختی ها را در جان ما بیار و سختی ها سکرات الموت تر امتی های پدرم نبیاری. این دعا را کم میکنم. نعره تکبیر، نعره تکبیر. این دعا را میکند و یک خوشبو محسوس میشه و مبارک وفات میکند. حضرت علی سے مبارک که وقت جنازه میرسه کتاب نقل میکنه، میگه اینقدر ملائک در جنازهش آمده بود که در ادیره جای نبود، در گورستان جای نبود. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل و حضرت اسرائیل علی نبینا و علیهم الصلوات و تسلیمات همش آمده بود در جنازهش، به شکل جوانا آمده بود. میگه هم ملائک، میگه اینقدر ملائک آمده بود که جای نبود. و حضرت علی سے مبارک و حسن حسین سے مبارک در جنازهش مبارک بود.